حلیمه دختر خردسالی است که دستانش را در سن 3.5 سالگی به دلیل سوختگی از دست داده است. او باشنده اصلی ولسوالی ناامن قوشتیپه ولایت جوزجان است که پدر و مادرش از این وضعیت دخترشان رنج میبرند. زیر صندلی مانده بود دیگه، بار بود، خنک بود، سرما دمجا مانده بود. خودم یک من مادرش خانه پدرش رفته بود، پس میمش تو زیر صندلی بود، میایه سعی میکنه که دختر زیر صندلی است، بود زیر صندلی پر میکنه، دستش هم سوخته بود دیگه. پدرش هم دیگه بود گفته اما در پیش دکترات نشدن، اینجا پیش ما مردم آمدیم کابل رفتیم مدیه کردیم، اینمی جور شما میمیم در زندگی خود در دیگه برسایی میگن. اما در زندگی حلیمه دهکده صلح آلمان امید دیگری را روشن ساخته است. قرار است دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی حلیمه را به خاطر تداوی به تاریخ 12 اسد 1397 به جرمنی بفرستد. پختگی شدید است که به این شکل سوخته اینا به خاطر تداوی و کشور سالان و دهکده صلح روان میشه که اینا در جا سوخته میشن که تا اینا بتونن کار بکنن و اصلاح کار زندگی خود پیش ببرن. دهکده صلح آلمان همه ساله زمینه درمان رایگان بیش از 100 کودک را در جرمنی فراهم می سازد. خانواده حلیمه امیدوار است طفل آنها پس از تداوی حداقل بتواند قلمی را برای تعلیم در دست گیرد.